مداد آنلاین، آموزش پاورپوینت، اشیاء متنی. شما از چند طریق میتونید کادرهای متنی خودتون رو به اسلاید اضافه کنید که متداول ترینشون 3 دستن. در تنظیمات مرجع اسلایدها یک کادرمون رو اضافه کنیم و تنظیمات مورد نظرمون رو انجام بدیم که این روش بیشتر برای کسایی استفاده میشه که بخوام به صورت اصولی پاورپوینت انجام بدن. دومی روش میتونیم از طریق تکست باکس توی سربرگ اینزرت یه باکسی برای خودمون طراحی کنیم. و یکی از پرکاربردترین شیوه‌ها که معمولا انجام میشه کپی کردن متن از یه جای دیگه و پیست کردنش توی اسلایدمونه. من الان مثلا یه چیزی از توی ورد کپی میکنم، حالا یا از روی سایتی جایی مستقیما که پیست کنم خودش نوشته رو توی یه کادری میاره. این روش زمانی کاربرد داره که مطالب اون کم باشه و بدی که داره هر سری که کپی پیست میکنیم باید تنظیمات تکراری روی این کپی همون انجام بدیم. وارد کردن متن، روی باکس ها کلیک میکنیم و نوشته‌ای که میخوایم و با اسپیس فاصله بین دو تا کلمه. اگه کیبوردتون حرفه‌ای باشه شیفت و اسپیس توی متن فارسی یه نیم فاصله براتون ایجاد میکنه. برای متن فارسی باید لنگویج بارمون رو به زبان فارسی تغییر بدیم. با آلت و شیفت میتونیم توی انگلیسی و فارسی جابجا بشیم. لازمه که شروع نوشتارمون رو از سمت راست به چپ تغییر بدیم چون زبان فارسی و این تفاوت داره با راستچین چپچین کردن. مثلا من انتخاب میکنم از تو قسمت پاراگراف رایت رو میزنم. اینو بیشتر زمانی متوجه میشیم که توی متنمون هم انگلیسی داشته باشیم هم فارسی. اتوفیت چیست؟ وقتی که ما به انتهای کادر متنیمون برسیم یا اینکه تو کپی کردن متنمون توی کادر دیگه فضای لازم برای قرار گرفتن اون فونت ها نباشه، نرم افزار به طور خودکار از خاصیت اتوفیت استفاده میکنه و اندازه متون رو کمی کوچیک‌تر میکنه که بتونه توی کادرمون قرار بگیره. اگه مایل باشیم به تنظیمات اتوفیت دسترسی پیدا کنیم باید از فایل، آپشن، پروفینگ، بخش اوتو کورکت آپشن رو میذاریم. این تنظیمات اتوفیتمونه. اما یه راه دیگه برای رسیدن به این تنظیمات وجود داره. کنسل میکنم. اینه که روی کادرمون کلیک راست میکنیم، فرمت شیپ، یه پنجره اینجا باز میشه. تو قسمت تکست آپشن آیکون تکست باکس رو فعال میکنیم و تنظیماتش رو اینجا میتونیم ببینیم. اینجا سه تا گزینه برامون گذاشته. اولی غیر فعال کردن اتوفیته، دومی در حد امکان متن تو درون کادر قرار بده، سومی اندازه کادر رو متناسب با متنمون بزرگ کنه. در این صورت من پیشنهاد میکنم یکی از سه راه حل زیر رو انتخاب کنیم برای متنتون. اگه میتونید اندازه کادر خودتون رو افزایش بدین و بزرگتر متنتون توشون قرار بدین، بسته به طراحی اسلایدتون داره این کار انجام بدین. اگه نمیخواین اندازه کادرتون تغییر کنه و حتما میخواین متن توی کادری که دوست دارین جای بگیره، اندازه متنتون رو باید کاهش بدین تا توی کادر مورد نظرتون قرار بگیره. اگه نه میخواین اندازه کادرتون تغییر بدین و نمیخواین اندازه متنتون فونتتون رو عوض کنین، بهتره که متن‌های اضافی رو کلا پاک کنین که دچار مشکل نشید. نحوه انتخاب و حرکت در متن. برای اینکه بتونم این کار انجام بدم یه پاراگراف متنی ایجاد میکنم. تو انتخاب کردن چند تا روش داریم، یکی با استفاده از موس، یکی با کیبورد. اگه بخوایم چند تا بخشو مثلا سطر اول و سطر پنجم انتخاب کنیم، کلیک رو درگ میکنیم، کنترل رو نگه میداریم برای سطر بعدی. برای انتخاب یک کلمه کافیه روی اون دوبار کلیک کنیم. اگه میخوایم کل متن خطی که روش هستیم رو انتخاب کنیم 3 بار کلیک میکنیم.
اما اگه همین کار رو بخوایم با کیبورد کنیم، یعنی حرکت بین متن با کلیدهای کیبورد، زمانی که خط چشمک زن روی یه خطی هست کلید اند رو بزنیم، در انتهای خطی که روش هستیم میره. اگه کنترل اند رو بزنیم میره انتهای پاراگرافی که داریم. روی یه خطی دوباره وای میسم. اگه کلید هومو بزنم تو ابتدای خطمون میره. اگه کنترل هومو بزنم کلا میره ابتدای پاراگرافمون وای میسم. اگه تو ابتدای خطی هستیم کلید ترکیبی شیفت و اند رو بزنیم کل خط رو برامون انتخاب میکنه. و اگه آخر خط باشیم شیفت و هومو بزنیم خط، یعنی از اون به قبلش. اگه میخواین یه کلمه رو با کیبورد انتخاب کنین شیفت رو نگه داریم با کلید جهت‌نمای کیبورد حرکت بکنیم به صورت حرف میتونین انتخاب کنین. اما اگه کنترل و شیفت رو نگه داریم با حرکت کلیدای جهت‌نما کلمه به کلمه اون رو انتخاب میکنیم. برای انتخاب کل متن کنترل آ. ویرایش متن. در ویرایش متن شما باید سه دستور کپی، کات و پست رو باش آشنا باشی. کات که یه قسمتی از متن یا هر کاراکتری تو صفحه رو برمی‌داره و برای انتقال به یه جای دیگه ازش استفاده می‌کنیم. کپی استفاده از متن یا کاراکتر انتخابیمون توی قسمت‌های دیگه. پیست هم که برای بازنشانی قسمت‌های انتخابی که با یک از دو دستور قبلی برداشتیمشون. حالا برای اینکه با موس بتونیم این کپی پیست رو انجام بدیم یه قسمتی از متنمون رو کپی میکنه که برای پیست کردن 4 تا گزینه برامون باز میشه. Use Destination Theme که از تم مقصد برای قالب متن کپی استفاده میکنه. Keep Source Formatting عمل کپی رو مطابق همون قالب قسمت کپی برداری انجام میده. مرج فرمتینگ بخش کپی شده رو با قالب محل کپی با همدیگه مرج میکنه، یکی میکنه. Keep text only یعنی قسمتی که انتخاب کردیم و بدون هیچ قالب بندی کپی میکنه. حالا بر نمونه اینا رو دونه دونه نشون میدم. بخش قبلی که پیست کردم Use Destination بود که با قالب این قسمتی که قبلا کپی کرده بودم برامون آورد. بخش بعدی Keep Source Formatting یعنی چیزی که شبیه سورسش کپی کرده رو برامون کپی کرد. قالب و تم محل کپی به صورت یه دونه عکس مرج شده برامون آورد بدون هیچ قالبی. خب ما چون قالب داشته و اینجا هم دستور دادیم با هم قالب میره، ولی مثلا اگه از تو سایت یه فونت دیگه ای باشه، ایریال باشه، اینجا پیست کنیم بدون هیچ قالبی برامون باز میکنه. کاربرد این پیست کردن فکر میکنم پرکاربردترینش Use Destination Theme هست که از تم مقصد استفاده میکنه. مثلا شما کل اسلایدتون رو کامل کردین، یه بخشی رو قراره به نوشته‌تون اضافه کنین، حالا رنگش عوض شده، فونتش یا تغییرات زیادی روی نوشته انجام دادین، میخوان که بدون دردسر شبیه بقیه نوشته‌تون پیست بشه و فکر میکنم این بیشترین کاربرد داره. همونطور که میدونین برای کپی کردن کنترل C، برای کات کردن کنترل X و برای پیست کردن هر دوی اینا کنترل V رو استفاده میکنین. یه کلید آندو ریدو هست که باید توضیحشو بدم و فکر میکنم خیلی کاربردی باشه. این بالا فلش های آندو و ریدو یعنی بازگشت و یه دونه برگشت به جلو داریم که کنترل Z و کنترل Y کلیدهای شورتکاتشن. این دو دستور به خصوص برای افراد مبتدی که خیلی وارد نیستن مفیده. اشتباهاتشون رو با کنترل Z میتونن برگردن به عقب یا با ریدو کردن یه پله برگردن به جلو. قسمت کلیپ بورد علاوه بر اینکه دستورات ویرایشی برای شما فراهم میکنه بهتون امکان میده تا قسمت های کپی شده تون رو در اختیار داشته باشید. مثلا من اینجا رو کپی کردم توی بخش کلیپ بورد، اینجا میبینمش، میتونم پاک کنم، میتونم همه رو داشته باشم با همینجوری ببینمش، جابجاش کنم، ازش استفاده کنم و روند کپیامون رو بدونم.
جستجو و جایگزینی در متن. شاید براتون پیش اومده باشه که بخواید توی چندین اسلاید دنبال کلمه‌ای خاص یا جایگزینی کلمه‌ای با کلمه دیگه بپردازی. بدون شک هیچکس عمل نداره همه اسلایدها رو با هم مرور کنه و کارش سخت. به خاطر همین امکاناتی اینجا برام فراهم شده. تو بخش editing find رو داری. من میتونم اینجا کلمه‌ای که تو نظر من رو سرچ کنم، مثلا سایت که توی نوشتمون دارم و find next رو بزنم. هر جا که این کلمه وجود داشته باشه برام پیداش میکنم. تو بخش هوم، بخش editing، گزینه ریپلایس رو داریم برای جایگزینی کلماتی که میخوایم انتخاب کنیم. مثلا میخوایم هر جا کلمه سایت نوشته شده ریپلایس ویت کلمه مداد آنلاین جایگزین شه. ریپلایس آل رو میزنم. اینجا همشون تبدیل به کلمه جدیدی که براش تعبیه کردم شد. چند تا تیک توی این بخش ریپلایس داریم. یکی مچ کیس هست که جستجو و جایگزینی دقیقا شبیه کاراکترها انجام میده. بهتره که تیکش رو بزنیم. و گزینه find hold words only هست که فقط کلمه مورد نظر جستجو میکنه و در خصوص کلمات ترکیبی این کار رو انجام نمیده. اینا پرکاربردترینشون بودن.